خب سلام دوستان، ما ماشینمون خراب شد متاسفانه. خیلی طول کشید تا بریم بایستم. الان فکر می‌کنم ساعت 8 باشه. بعد دیگه الان سر کوچه بابا کوهی هستیم، میخوایم بریم بالا. تراپی بچه شیب اینجا خیلی زیاده، خسته شدم. من یکم نشستم که یه نفس تازه کنیم بریم برای بالاتر. الان اینجا هستیم. ما خودمون سگیم. خیلی سرده. میدونی یه سردیه که چون داریم میریم بالا گرممون میشه، چون که فعالیت داریم در است، ولی خب خیلی سرده. بعد یه سرما و گرمایی قاطی میشه. دریاچه نمک. این آدم خیلی قور میزنه، خیلی. من کلم عرق کرد، خیلی گرمم بود. دیگه کلامو در آوردم، به زور نگهش داشتم که آب بخوریم. من پایه دور میشنوید صدای طبیعت رو. مسیرمون اینجاست و از اونجا آمد. ما قبلا یه بار اومده بودیم اینجا، ولی خب از یه راه دیگه. الان از جبهه شرقی از اومدیم دماوند. بعد دیگه الان از یه طرف دیگه اومدیم پیوستیم به جاده آسفالت. حالا اینقدر داریم تا تور برف هم که میبینید زده. خسته و دیوانه‌ای ناکام، تو مرا آرام کن آرام،
خاک ساحل را به سر ریزم بالاخره رسیدیم به در شب طوفانی. چشمه ها از دیده میریزم با غمی پنهانی. ترفندی که برای کوهنوردی هست اینه که راه رو توی پایین رفتن که شیبش براتون کم شه. یه ترفند دیگه هم بهشون بگو. یه ترفند دیگه هم بهشون بگو. این که عقب عقب راه بری، به کمرت آسیب نمیرسه. سمور نمیدونم تو فیلم افتاد یا نه. بیا